یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با ادامه آموزش بستن موتور انبیس. حتما پیجمو فالو داشته باش و تا انتهای ویدیو همراه من باش. اینم به خاطر خودتون گفتید چرا روغندونت ظرف آب معدنی یه برند مطرح خریداری کردیم. همین اول بسم الله اویل پمپو میندازید، پیچه به کف میرسه، هر پیچو 22 نیوتن میکشید زبدری. یه سری هستن میگن ما بخوایم کلاس آموزشی بذاریم باید آموزشگاه بذاریم. بابا تو خیابون یکی راهنما میزنه بهش راه نمیدی، از دست دیگه قطره آب نمیچکی، ما آموزش بذاری. میرسیم به بخش جذاب بستن واشر سرسیلندر. یک عدد واشر سرسیلندر تعمیر اول، یک عدد سرسیلندر. کسی که 40 کیلویی میای هیت میدی، برینی میمونه 30 کیلو هم وزنه. من با جلو بازو میزنم. پیچای محیط سیلندر 10 تایی که 6 تاش تی 60 و 4 تاش تی 50. یه ایده مسخره هم کیوان داد، گفت اینا رو بزنیم با کلاسه. اول همه پیچامون رو به کف میرسونیم. یه اشتباهی هم کردم، گفتم تی 50 درست تی 55. پیچای تی 60 و تی 55. بالاخره منم آدمم اشتباه میکنم. پیچای هوزینگ هم به کف میرسونیم. تو مرحله اول پیچای تی 60 و تی 55 مون رو هر کدومو 30 نیوتن میکشیم. تو مرحله دوم پیچای تی 60 و تی 55 مون هر کدومو 90 درجه میکشیم. تو مرحله سوم پیچای محیط سیلندر رو 180 درجه میکشیم. مرحله آخرم پیچای هوزینگ تایمون، یه دونه پیچ بیرونی 25 نیوتن میکشیم. تایپی تو رابط تایپی تو جا میزنیم. اول میسو دودو میبندیم، کپه ها رو میذاریم. پیچای کپه ها رو هر کدوم 12 نیوتن میکشیم. حالا میلسوباب سوم میذاریم سر جاش. پیچای کپه میلسوباب سوم به کف میرسونیم و هر کدومو 12 نیوتن میکشیم. میلسوباب سوم ان 20 با ان 46 ان 52 یه تفاوتی داره، اینم که میلسوباب سوم دو تا استاپر داره، استاپرها رو هم میبندیم. تو مرحله بعدی میلسوباب هوامون رو میندازیم سر جاش. پیچای اونم هر کدومو 12 نیوتن میکشیم. کپا هر کدوم شماره خاص خودش داره، پس هر کدوم سر جای خودش میذاری، به غیر از کپی اول که روش هیچ شماره‌ای نداره و بقیه هم متفاوته. بستن فنرهای اسپک و تایم موتور میسم اون واسه فردا. یادمون نره یه نابینا وقتی که بینا میشه اولین چیزی که میذاره کنار عصاشه. ما رو دور نندازی.